به همه. امروز قورمه سبزی غذای خوشمزه سنتی ایرانی رو درست می‌کنیم. سرآشپز میوه شما رو به دنیای طعم‌ها میبره. توی جنگل سرسبز کنار آتش گرم بوی سبزی و ادویه‌های معطر همه جا رو پر کرده. قورمه سبزی غذایی که دل هر ایرانی رو میبره. سبزی‌های تازه و معطر با دقت خرد شدن. دستیارهای رباتی که من مواد لازم رو به دستم میرسونن. این ربات‌های بامزه کار رو راحت‌تر کردن. هر کدوم وظیفه خاصی دارن. یکی لوبیا رو میاره، یکی لیمو امانی. با کمکشون عالی پیش میره. بوی قورمه سبزی دیوونه کننده میشه. ترکیب سبزی‌های سرخ شده، گوشت، لوبیا و لیمو امانی عطر بینزیری ایجاد میکنه. گاهی بچشیم تا مطمئن بشیم همه چیز عالیه. و بله، قورمه سبزی ما آماده است. غذای اصیل ایرانی نه تنها خوشمزه است، بلکه با هر قاشقش عشق و تاریخ حس می‌کنید. امیدوارم از دیدن